سلام دوستان عزیز، به ادامه درس‌های Classification of Noun تقسیم بندی اسامی. ما تنوز Concepts of Noun خواندیم، Functions of Noun خواندیم. امروز Forms of Noun می‌خوانیم دوستان عزیز. Forms of Noun Noun یعنی اسم به دو دسته تقسیم میشه که Singular مفرد و یکی Plural به دو دسته تقسیم میشه. Singular Plural. Okay? Singular Noun چگونه اسم است دوستان عزیز؟ Noun means singular noun means one person, one place, one thing. یک شخص، یک شی، یک جای. یک. Singular یعنی مفرد یعنی یک. Okay? مانند pen, book, student, bank. Okay? So, with singular nouns, we use a or an. همراه اسامی مفرد ما این دوتا را استفاده میکنیم. یکی a و یکی an است. هر دوتایش به جای one استفاده میشه. one. به جای گفتن one book میگه a book. a book. Okay? خب a زمان استفاده میشه دوستا که آغاز noun، آغاز اسم شما با حرف کانسوننت باشه. کانسوننت. letter. Okay? مثلا pen آغازش با p است. خب p از حروفای کانسوننت است. در این صورت ما چه استفاده میکنیم؟ a pen. book همچنان b از حروفای کانسوننت است. میگیم که a book. student همچنان a hotel place است، جای است همچنان. خب باز اسامی که آغازش با حروف واول یا حروف صدادار باشه شما ان استفاده میکنید دوستان عزیز. اینا حروفای صدادار است. ا ای آی او یو. اینا حروفای صدادار است. مانند an apple, an elephant, an idea, an organ, an umbrella. an umbrella. دوستان عزیز اینا این کلماتی که شما میبینین همگیش با حروف صدادار شروع شده. در این صورت ما شما باید به جای ان استفاده کنیم دوستان. یک چیز را متوجه باشین، اینجا که یادداشت خورتر است. when you sounds you، وقتی که حروف صدادار یو اینجا صدا میده. umbrella. اما اگر صدای خود داشت، صدای خودش یو است. در ABC میخوانین یو و صدای مثل یو را داشت، شما در این صورت استفاده میکنید، ان استفاده نمیکنید. هرگاه صدای خود نداشت مانند امبرلا، اینجا صدای یو نیست، اینجا یومبرلا نمیکنید، امبرلا صدای داره. اما دیگه جای اگر صدای خود یو را داشت در اون صورت شما چی استفاده میکنید؟ استفاده میکنید دوستان عزیز. مانند university. Anniversary نمیکنه. A university. A unit. A union. دوستا متوجه باشه. خب with these words use an. همراه این کلمات شما باید an استفاده کنید. چرا؟ شاید شما بگین که با آغازش با حرف کانسوننت H است. H اینجا خوانده نمیشه دوستا. با حرف او شروع میشه. مثلا میگن که an hour. An honest person. He is an honest person. دوستا دومش میشه plural noun. اولش بود single noun و singular noun اسمای مفرد و دومش میشه plural noun اسمی جمع. اسم جمع. plural جمع noun اسم جمع. more than one noun is called plural noun. یک اسم که بیشتر از یک تا شد دیگه plural noun یعنی اسم جمع گفته میشه. مانند کار، یک موتور، 3 cars، 3 موتور. این اسم عنوان جمع است، نشان دهنده جمع اسم است. a house یک خانه، 2 houses 2 خانه. 2 خانه. ما شما قانون در زبان خودم داریم. شاگرد یک شاگرد، شاگردان یعنی علامت جمع است. معلم، معلمین علامت جمع است. کتاب ها علامت جمع است. اینا علامت جمع است. و در انگلیسی همچنین قانون داریم که
با اس و es و بعد قوانین دیگه علاوه میشه دوست عزیز. خب rules of pluralization، قوانین جمع‌بندی اسم. Number one, with most noun we use s. با اکثریت اسامی ما شما اس علاوه میکنیم. مثلا کار cars، house house، مثلا markers، مثلا دیگه داریم box، اینا میشه. مثلا داریم books، کتاب ها. اینا همراه زیادتر اسامی شما فقط اس علاوه میکنید به خاطر جمع بندیش. قانون دوم چه میگه دوست عزیز؟ if noun ends in این حروف ها، اگر اسامی ختمش با یک از این حروف ها باشه، sh باشه، ch باشه، o باشه، s باشه، s باشه و x باشه، در این صورت شما چیکار میکنین؟ نه تنها اس علاوه میکنین بلکه یک ای هم پیش رویش علاوه میکنین. مثلا ما نوشته کنیم که ساعت watch، این watch است، watch. خب دو تا ساعت داشته میشه watches. مثلا داشته باشیم brush برس میده. ختمش با چی است دوستان؟ ختمش با sh است. در این صورت دو تا، سه تا، 8 تا، هر بیشتر از یک تا داشته باشیم میشه brushes. مثلا اگر داشته باشیم glass ختمش با چی است؟ ختمش با s است. در این صورت شما چیکار میکنین؟ glasses. این حروفاش شما مجبور هستین حفظ کنین. هرگاه اسم ختمش، آغازش نه وسطش نه، ختمش با این حروفا باشد دیگه شما es علاوه میکنین. اوکی. قانون سوم چی میگه دوستان؟ if a noun ends in y، اگر ختم یک اسم با y باشه، check a letter before y، یک حرف قبل از y چک میکنین دوستان عزیز. خب اگر این صورت بود، قبل از y اگر شما vowel letter داشتین، vowel letter plus y اگر بود، فقط s علاوه کنین. مانند boys، قبل از y ما شما او داریم، او از حروفای کانسوننت است، فقط s علاوه کنین بچه ها میشه. توی همچنین اسباب بازی میشه. keys همچنین کلید ها میشه. فقط قبل از y ببینید چی است. خب اگر قبل از y شما یکی از حروفای کانسوننت بود، در این صورت شما y تبدیل به I میکنین و es علاوه میکنین. مثلا motorcycle اسم ختمش با y است، قبل از y ما r داریم، r از حروفای کانسوننت است. خب در این صورت اگر کشورها بگوییم و باید y تبدیل به I کنیم و بعدش es علاوه میکنیم. baby قبلش b است، b از حروفای کانسوننت است. خب y تبدیل به I کنیم، es علاوه میکنیم. قانون چهارم در مورد if است. هرگاه اسم ختمش با if باشه، این سه تا مورد داره دوست عزیز، سه تا قانون فرعی داره A, B, C. متوجه باشین. if noun ends in fe یا if هیچ مشکل نداره، f یا fe change it into v at es. اگر بعضی از اسامی ختمش با f باشه و یا هم fe باشه، شما در این صورت f تبدیل به v میکنین، v بعدش es علاوه میکنین. مانند wife ختمش با چی است؟ fes میشه wives. knives. اوکی. قانون دیگهش میگه some of f's only add with some of f's only add s. همراه بعض از این اسامی فقط s علاوه میکنین. مانند chiefs رئیس، chiefs. roofs تخت با میگه با، cliffs صخره میگه صخره. Okay. قانون سی چی میگه؟ some of f's both are correct with some of them both are correct whether you are adding s or ves. هر دو تای s یا فقط s علاوه میکنین و یا تبدیل میکنین به ves. scarves, dwarfs,
the verbs hoof, hooves, hooves. Both are correct. قانون پنجم میگه if a noun ends in o, check a letter before o. مثل قانون why what is the says اگر ختم یک اسم با او باشه، ختمش با او باشه، شما قبل از او یک حرف قبل از او رو باید چک کنین. اگر قبل از او حروف واول بود، شما فقط استفاده میکنین مانند ویدیو، آخرش با او ختم است و قبل از او ما حرف ای داریم. ای از حروف های کانسوننت است، بنابراین فقط اس لازم است. دوست عزیز اینجا آدیو همچنین، آدیو ختمش با او است، قبل از او آی داریم، میشه فقط اس علاوه کنیم. خب اگر کانسوننت بود، یک حرف قبل از او کانسوننت بود، حروف ناخوانا، شما ای اس علاوه میکنین. مثلا potato potatoes ای اس علاوه میکنین، قبل از تی است. tomato tomatoes قبل از او تی است، tomato. اوکی. شو قبل از اچ است، قبلش اچ است، شما ای اس علاوه میکنین shoes. خب قانون ششم هم داریم irregular nouns، اسامی بی قاعده است. اینا جمعش بی قاعده است. خب شما اگر جمع ببندین با اس و اس جمع نمیبندین، تغییرات در شکل نوشتاریش میاد. دوست عزیز من میشه من، ا تبدیل به ای میشه. woman میشه women women. child میشه children. person شخص، people اشخاص یا مردم. foot پا، feet پاها. tooth دندان، teeth دندان ها. mouse موش، mouse موش ها. این تکرارش میکنیم. من مرد، من مردها. woman زن، women زنها. child طفل، children اطفال. اینا اسامی است که با علاوه نمودن اس یا ای اس علاوه به جمع تبدیل نمیشه، ما شکل نوشتاریش تغییر میدیم. قانون دیگه دو تا قانون دیگه داریم. some of nouns singular and plural form are or is the same. بعضی از اسامی شکل مفرد و جمعش یکسان است. شما دیگه اس و ای اس علاوه نمیتونید، شکل مفردش و شکل جمعش یک چیز است. sheep گوسفند، two sheep دو تا گوسفند، 100 sheep 100 تا گوسفند. fish ماهی، three fish سه تا ماهی، 1000 تا ماهی، ماهی ها گفتن. deer آهو، four deer، deers میرس دیگه گفتن نمیتونیم. number 8 قانون هشتم some of nouns are always plural. بعض از اسامی همیشه جمع است. او اسامی که دو پای داره، دو شای داره، مثلا sun glasses دو پای داره، دو دستگرد داره. scissors قیچی دو تا دهن داره. trousers دو پا داره. tights برجست دو پای داره. اوکی. pants شلوار دو تا پای داره. shoes دو تایی است، همیشه جمع است، یک تاییش به در نمیخوره. socks sneakers socks جراب، shoes کفش، sneakers کرمیچ، boots چکمه یا موزه. اینا اسامی است که همیشه جمع است. دوست عزیز و یم اسامی است که شکل مفرد و جمعش یکسان است.